در فرهنگ ما مردم تاجیکستان بوسیدنی از میان پایان زن تقریبا روان است و این کار مردم ما نمیکنن، یا که پای زن رو بوسیدن. همین را مگر در تلویزیون شما نشان ندادید؟ نمیشد که اینجاش نشان ندید؟ نمیشد که بوسیدنش نشان نمیدادید؟ نمیشد که همخوابه شدن همون رو نشان نمیدادید؟ بالاترین رأی و پیروزی انتخابات سال 2012 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، ولی اینها چیکار کردن؟ وقتی این چیزا دیدن در قدم اول اینها رو اول خواستن آبرو و شان شرف رو در جامعه ببرن و بعدا از تاجیکستان بیرون شکنن. چرا؟ چون اینها با نفوذی که داشتن، با دعوتی که میکردن و هم آینده دولت را اداره میکردن، حکومت را به دست میگرفتن و هم جامعه را از این فساد ذلت نجات میدادن و اینا نمیگذاشتن که جامعه چنین بدمعاشی که عین حال شده است انجام داده شود. یعنی ماده‌گرایی اوج دارد امروز در تاجیکستان و بعضی از بلاگرها و حتی بعضی از ملاهای ما که ملاگر شدگان، اونها را دیگه ملاگر میشود بود. اونها در فساد همین جامعه کمک دارند تا امروز. خودشون احساس نمیکنن با گفته که این مذهب امام ابو حنیفه است، در مذهب چنین اجازه داده است، دعوت به همین بدمعاشی دارد. وگرنه مثلا در شبکه اجتماعی اینستاگرام یا یک زن رو یا که یک حقارتی رو انجام میدی، فکر میکنی همین حقارتی تو فقط تعلق به تو دارد؟ نه، تو در عادی سازی همین حقارت، تو در عادی سازی همین دختری به محجبه که در پخش مستقیم براری نشانش میدی، تو کمک میرسونی. یعنی فساد رو تو شریک میسازی که این چیز عادی شوه، عادی کشید همه میپوشه. مثلا در چهره تو یک روحانی یک نفر میبینه، تو در فردا میبره در پخش مستقیم حقارت میکنی. خب یک جوان میبینه میگه حقارت چیزی عادی بده است، تو اینا در جامعه عادی میکنی. اینا میگن ماده‌گرایی، عادی سازی چیزهایی که در فحش در غرب برای اونها چیکار میکنن؟ تلاش کردن. برای همین حاکمیت باید اصل رو در نظر، یعنی تمام نکات رو در نظر بگیرد که چگونه شوخش اداره می شود. وقتی که در جنگ یکم جهانی زیادی نفرها با چی نیاز داشتن، با سلاح نیاز داشتن، امریکا جای کار ساخت، تمام تشکیلات های نظامی را در اونجا جا داد و تمام سلاح‌ها و لوازمات جنگی را ساخت و برایش نیروی کاری نمی رسید. اولین کاری که زنا نیرومندن، زنا کار میکنن، همه شعارها را پرتاب زنا همش تولد کردن و بس کردن و رفتن چیکار کردن؟ در جنگ‌ها اشتراک کردن و در کار کردن. اولین کاری کردن چیکار کردن؟ با اشاره اینه میخیل شعار دادن زن نیرومند، زن برای تولد نیست، زن باید کار کند، زن این طرز اون طرز، حقوق زن بالا، زنا اومدن کار کردن. یعنی این گونه جامعه اداره می شود که هر کار حاکمیت بخواه بکنه جامعه همون خیل می شود. اما وقتی که در سال 1945 در بعد جنگ دوم جهانی دیدن که نه، سربازا کاملا از بین می روند، بعد از 20 سال با چیکار کردن؟ برعکس با تو دادن که نه، زن باید خانه داشته باشد، زن باید کمک کند و روسیه در این باره چیکار کرد؟ نه، زن باید کودک کند، براش خانه میتیم، هر کسی که 2 کودک داشته باشه پول میتیم، 3 کودک داشته باشه خانه‌اش توفا میکنیم. برای چی؟ برگردانیدن خانوما و اون چی اولشون برای تربیت کردن فرزند و تولد کردن. این جهان ایرا در 100 سال پیش برنامه ریزی کرده است و طبق این برنامه پیش می رود. ولی ما باید زیرک باشیم، فکر کنیم، بندشیم که این هم امروز یک بلاگر احمق میبرویه، یک خانومی تاجیک مثلا مسخره میکنه در اینترنت میپرتویه، این تنها به خاطر ریشخند نیست، این عادی سازی، این همین فساد در جامعه است و این در همین حقارت و در این همین چیزی که به خواهر ما کرده است، این در فساد شریک است و اون خواهرم در همین فساد شریک میشه. یعنی عادی سازی جامعه و حکومت مستقیما تبلیغگری همین ماده‌گرایی و همین فساد در جامعه است و اینو همین کارا میکنن. و ما اگر منتظر شیم که نه حکومت اون امروز این چاپلوسی که ما صحبت کردیم در خصوصی چی میگه که تو همین چند تا بلاگرهایی را که لباساشون علیش پوشیدن برداشتن، همینا را مثلا حکومت بس کرد، دستگیر کرد، همین خودش نشان داد آنی نیست که حکومت مثلا نظیرا میبره. یعنی به این گونه سوال ها میآیند که نه، فسادی که حکومت میکند، ماده‌گرایی را که حکومت تبلیغ میکند، باید به یک کاری که این قدر ظاهرت میکنه او را از بین ببرد.
ولی اگر عمیقا ما نگاه کنیم برعکس است. وگرنه یک ملا را آوردن به یک خانم و نشان دادن اون ملا بوسیدنی، مثلا اون حالتهای زن یا اینکه تمام چیزهای زن را اینا در کدام فرهنگی تاجیکی و انسانی میشه و نشان داد؟ در تلویزیون های رسمی اگرچه کمکت میپوشش، ولی همون یک در فرهنگی ما مردم تاجیکستان بوسیدنی از میان پایان زن تقریبا روان است و این کار مردم ما نمیکنن. شما چگونه ایرا میاد در تلویزیون نشان میدید؟ پس ایرا عادی نمیسازه شما در جامعه یا که پای زن رو بوسیدن؟ همین را مگر در تلویزیون شما نشان ندادید؟ نمیشد که اینجاش نشان ندید؟ نمیشد که بوسیدنش نشان نمیدادید؟ نمیشد که همخوابه شدن همون رو نشان نمیدادید؟ خب همینه که زن با مرد یک جا بود همینش کافی بود دیگر. مردم خودش میفهمید که خب همین ملا همین گناه را کرده است. بله. اینها را باید نشان داد و در شبکه‌های مجازی پهن کرد که امروز در تمام پورنوگرافیایی که در اینترنت ها از این نوارا پخش نشر شود و هر کس نسبت مردم تاجیک و حرفی بد بگه ملای تاجیک فلان کرد و دینی تاجیک فلان کرد، دختری تاجیک فلان کرد. و این را باید ما زیرکانه ببینیم، باید اهمیت بدیم بالایی. میگم که دختر تاجیک 18 ساله است، در شهر دوشنبه گم شده است. مادر 3-4 روز اشک میریزه، گریه میکنه که مادر من در کجاست، دختر من در کجاست، بیای مرا کمک کنین. او بلاگر چاپلوسی دختر است که در زمان کووید 19 بر اومده بود، پرزیدنت خونش داد، بعد زنش داد. با بر اومده است از مردم کمک طلب میکنه. این مادر اشک میریزه، او ای حکومت کمک طلب که حکومت بگو که بیا اینا پیدا که تو چیکار میکنی؟ وظیفه ایت است پیدا کردن یک شهروند. مسئول این شهروند تو هستی، تو پیداش که. بله. من یک چیز برادر عزیز نگاه کی، من یک چیز گفتی در یادم اومد. من در چی حیران میشم در حکومت. اگر شما دموکراتیا میگه مثال آزادی شما در می برهنه و نمیدونم در هر یک کارهایی که او چیزا در فرهنگ ما نیستن اون چیزا را شما میکنه، یا که طور مثال نمو جانانش مثال چه کاری که شما میکنه چی در کاره همونا برآوردن نشر کردن، این چی معنی داره که تیپا شما میتونه دیگرها تیپا نمیتونن؟ این کاری نیسته که اینا بروی نمیدونم در پوبلیک نشون بده. بگرده ایلو هم که چه کاری میکنه بکنه، خیلی چکار میکنه بگرده هم چکاری که اگه تو بخره یکگان خیلی مهمونه میجنبه. نه که اینه در پوبلیکا برآورده بگیم که آبروی تاجیکا بردن. باور بکنه این زلال، این خیلی درست گفتی برادر که خیلی زلال داره. یک میبرن یک کاروی که باید این چیزا باید بگیم که برای یک اویله، برای یک خانداری یک انسانه او چیز باید عدل نباشه. برای ایلو هم چکار میکنی بکن، توکلت به خدا. نه که او چیزا برآوردن نشر کردن بگیم که این در یگان جو توغری نمیگیره. من میخواهم که همه حکومتی که علش میشوه اگر مردم را انتخاب بکنن، همون نفرهایی که به مثل این همی جانان به مثل دیگرش که خیلی کینو میکنن، اون انسان ها تنها خیلی محکم میشوند. یکم کار دیگر نه میبرید هر جا محکمش میکنید تمام میبندیشه تا مردانش بگم که میسته. خب مشکل نداره، بگذار کسانی که فساد کردن و از او پشیمان شدن. مشکل در این است که ما نباید اینها را در موبایل، در تلویزیون ها، در اینترنت ها پهن کنیم. ما باید تمام اشخاصی را که برای پخش کردن فساد در جامعه کار میکنن اونها را پیدا کنیم که کی کسی هست که همین نواری که همین انسان انجام میده از هر طریقی نشر میکنه، او باید جوابگوی این کار باشه. کسی که این همین نوار رو نشر میکنه، حالا برای همون تو گفتی یک کسی یک کار کردن بگی بین خودت و خانواده و هر کاری که میکنی، خودت شوهرت و هر کسی دیگه ای داری، ولی این را نشر کردن در فساد جامعه را پخش کردن و نشر شدن و گناه گرفتن چی لازم است؟ این را عادی ساختن با جامعه چی لازم است؟ و گناه هم میکنی برای در علایدگی گناه تکیه.